فاجعه از یک قریه تا قریه دیگر بزرگتر است و اندوه سنگین بالای شانه‌های بازماندگان این رویداد تلخ گذاشته است. روند بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار ادامه دارد. از تمام نهادها خواهانیم که برای برادرها به طور عاجل آنچه که در توانشان کمک و همکاری نمایند و به داد مردم این قریه رسیدگی کنند، چون فصل سرمای زمستان در پیشه. این کسایی که از شهدا باقی ماندن به اینا دسترسی کامل بشه، به خاطر که سرپناه و جای برای امکانات ازنا باشه. بیشتر مناطق زلزله زده با خاک یکسان شدند و مردم دار ندارشان را از دست دادند. روند کمک رسانی نهادهای مردمی، سازمانهای خارجی و نهادهای خیریه ادامه دارد. یونیسف، سازمان حمایت از کودکان، میگوید وسط زلزله بسیار کلان بوده و خانواده ها نیاز فوری به کمک های اولیه دارند. بازماندگان این رویداد طبیعی در اندوه از دست دادن اعضای خانواده خود نشستند. هنوز هم عملیات نجات برای بیرون کردن قربانیان از زیر آوار ادامه دارد. تعداد کشته و بستی ما معلوم نیست که چند تعداد ما کشته شده، چند زخمی داریم، چند زنده داریم. اینا با ما معلوم نیست. طالب زیر خاکا هست، هنوزم میکشه تا شما تا سبا و پس سبا شاید بکشه، طول کشه. این فامیل که هست دختر من است. اینا 6 فامیل بیدن، 6 خانوار بیدن. از 6 خانوار هم خود مرتکه که بیرون آمدم. دیگه 5 تا دیگه نمیجگو بیدن. از 5 تا 3 تا 6 شده، 2 تا سلامت شده. بر اساس آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این زلزله مجموعاً 4500 تن کشته و زخمی شدند. د دغه پیښې له امله تر اوسه پورې د لومړني شمېرې له مخې چې موږ ته رسېدلي دي په مجموعي ډول له بده مرغه تقریبا او تخمینا 4000 څخه زیات او کم شهیدان او ټپیان سوي دي. به گفته آقای سایق نزدیک به 2000 خانه هم کاملا تخریب شده و عملیات توسط 35 تیم جریان دارد. لبد مرغه د راپورونو لمخې په دغه 60 کلیو کې 1980 تر 2000 کورونو پورې په کلي توګه تخریب شوي دي. این زلزله 15 قریه در ولسوالی‌های زندجان و غوریان هرات را کاملا تخریب کرده است. آسیب دیدگان نیاز فوری به کمک‌های غذایی و غیر غذایی دارند. امروز بار دیگر هرات گواه زلزله به قدرت 4.2 ریشتر بود.